سلام، مهسا هستم. برگشتم با یه ویدیوی دیگه. امروز میخواستم راجع به اهرام ثلاثه مصر و مهمترین اونا هرم گیزا باهاتون صحبت کنم. هرم گیزا اسمش از یک شهری نزدیک قاهره به نام گیزا گرفته شده که در واقع مهمترین و بزرگترین هرمیه که توی اهرام مصر وجود داره. اومدم راجع به این صحبت کنم که در واقع این اهرام چرا اینقدر برای مردم جالب و اسرارآمیز و با ارزش هستن. نه تنها برای مردم بلکه برای دانشمندها هم خیلی جالب هستن. به دلایل مختلفی در واقع این اهرام جزو عجایب جهان قرار گرفته. دلیل اولش پروسه ساخت و سازه این ساختمون هستش که خیلی عجیبشون میکنه. حالا برای چی انقدر عجیبن؟ به خاطر اینکه این اهرام در 4500 سال پیش ساخته شدن که هرم گیزا 481 فوت ارتفاع داره و از بیش از 2,300,000 بلوک سنگی ساخته شده که هر کدوم از این بلوک‌ها تقریباً 2.5 تن تخمین زده شدن. جنس این سنگ‌ها و این بلوک‌هایی که اهرام ازشون ساخته شدن از آهک زرد هستند و در گذشته روی این نمای بیرونیش یک آهک سفید براق صیقل داده شده وجود داشت که باعث میشد که این از فاصله خیلی دورم زیر نور خورشید درخشان باشه. ولی امروزه دیگه هیچی از اون نمای بیرونی باقی نمونده و تقریبا همه سنگ‌های آهکی سفید رو دزدیدن و فقط همون نمای زرد رو میتونیم ببینیم و مشاهده کنیم. اولین عجایبی که درباره این اهرام وجود داره توی ساختمونا در واقع اینه که این سنگ‌ها و این سنگ‌های آهکی بسیار سخت هستن و اینکه اون زمان هیچ ابزار و دستگاهی برای برش و صیقل دادن اینا وجود نداشته و حتی ابزارهای آهنی هم در دسترس نبوده و در واقع فقط ابزارهای مسی وجود داشته که مس میدونیم فلز نرمی هستش و خیلی برای دانشمندان عجیبه که چطوری تونستن با ابزارهای مسی این سنگ‌ها رو برش بدن و صیقل بدن و در واقع توی این زمان کوتاه که در واقع تخمین زدن بین 20 تا 30 سال و اکثرا میگن که 26 سال طول کشیده این اهرام ساخته بشه و بر اساس این سالها دانشمندان تخمین زدن که در هر 8 روز باید به اندازه یک استخر بزرگ المپیک پر از بلوک سنگی آماده می بوده که میتونستن در واقع تو این زمان این سازه ها رو بسازن که واقعا بدون ابزار خیلی کار سخت و عجیبیه. حتی امروز هم اگه بخوان این کار رو انجام بدن با ابزارهای امروزی به این سرعت خیلی کار سختیه. و دومین چیزی که اینو خیلی عجیب میکنه در واقع سنگ‌های داخل این هرم ها هستن و اتاق‌های داخل این هرم ها که از گرانیت صورتی ساخته شدن و این گرانیت ها در واقع خیلی سخت هستن، یعنی حتی سخت‌تر از اون سنگ‌های آهکی و حتی امروز هم با ابزارهای امروزی برش دادنشون زمانبر و سخت هستش. دانشمندان پی بردن که این سنگ‌های گرانیت صورتی رو با نوعی سنگ دیگه‌ای که سنگ‌های زیر آتش فشانی بودن به نام دولریت برش دادن. در واقع اون سنگ‌ها رو با یه سنگ دیگه‌ای اومدن برش دادن و صیقل دادن که خیلی کار زمانبر و سختیه و انتقال این سنگ‌ها چقدر وحشتناک بوده که 900 کیلومتر اونورتر باید این سنگ‌ها رو انتقال میدادن به مکانی که اهرام ساخته شده و حتی میگن که نقاشی‌ها و سنگ نوشته‌هایی که وجود داره نشون میده که این سنگ‌ها رو با قایق در واقع انتقال میدادن از رود نیل، از قاهره انتقال میدادن به جیزا و از جیزا با نقاشی‌ها نشون میده که با یه سوتمه‌های چوبی که ساخته بودن این سنگ‌ها رو روش قرار میدادن و از شن‌های کبیر در واقع انتقالشون میدادن تا مکانی که اهرام ساخته شدن و این کار چقدر سخت بوده چون این سنگ‌ها هر کدوم 2.5 تن وزن داشتن و نقاشی‌ها نشون میده که از
الاغ و گاو برای انتقال اونا و تعداد زیادی بعد در واقع استفاده میکردن برای انتقال اونا و برای اینکه این چوب ها در واقع فرو نرن داخل شنها برده هایی داشتن که دائما کارشون فقط این بوده که جلوی سوتمه ها آب میریختن که این شنها سفت بشه و چوب ها فرو نره و خیلی پروسه عجیب غریبیه به نظر من که تعدادشون خیلی زیاد بوده. گفتن که فقط همین اهرام گیزا رو بریم 300,000 تا در واقع بلوک استفاده شده، حالا بماند که اهرام های زیاد دیگه ای ساخته شده. خیلی آمار عجیب غریبیه و چطور تونستن این کارو بکنن خیلی عجیبه. و در واقع همه اینا یه سری نشان داره و یه سری شواهد داره که داره نشون میده درست این کارا سخت بوده ولی انجام شدنی بودن، ولی چیزی که واقعا پروسه ساخت و عجیب غریب میکنه و هنوزه هیچ شواهدی واسش وجود نداره، نه هیچ نقاشی نه هیچ سعی نوشته‌ای و در واقع دانشمندا حتی نمیتونن تئوری براش به کار ببرن که چطوری میتونستن این سنگ‌های چند تونی و در واقع اینا بالا ببرن از این ارتفاع چند صد متری که خیلی چیز عجیب غریبیه. مطمئنا جره ثقیل نیاز بوده ولی خب اون موقع هیچ ابزاری واسه این کار وجود نداشته و برده ها هم واقعا توانایی این که بتونن این سنگ های چند تونی بالا ببرن نداشتن. واقعا خیلی کار وحشتناکیه و خارج از در واقع منطق انسانه که بتونه بفهمه چطوری اینا رو بالا بردن. واسه همین اومدن یه سری افرادی که علاقه‌های زیادی به تئوری فرازمینی‌ها دارن تئوری مطرح کردن که در واقع اون زمان تونسته بودن با فرازمینی‌ها ارتباط برقرار کنن و در واقع این سازه ها رو فرازمینی‌ها ساختن و این سنگ ها رو اونا تونستن انتقال بدن به بالا و خیلی تئوری عجیبیه ولی خب دیگه عقلش میره جای دیگه ای بد نمیداد احتمالاً، چون هیچ شواهدی وجود نداره که ثابت کنه در واقع چطوری این اتفاق افتاده. دانشمندان بر این اعتقاد هستند که در واقع مهندسان خیلی حرفه‌ای برای ساخت این اهرام به کار برده شده، چون که فونداسیون و پیریزی که برای ساخت این اهرام به کار برده شده بسیار قوی بوده که بعد از تقریبا 13,000 سال اینا همچنان سالم موندن و در واقع همچنان سالم و پابرجا هستن، اتفاقی براشون نیفتاده، حتی بلایای طبیعی هم نتونسته اونا رو در واقع تخریب کنه و ساخت و در واقع در کنار هم قرار گرفتن این سنگ ها جوری منظم و در واقع تمیز و مرتب هستش که شما بعد از این همه سال حتی یه کارت نمیتونین بینشون ببرین، اینقدر منظم ساخته شده. برای همین میگن که امکان نداره این کار برده‌های ساده بوده باشه، چون نظم و ترتیبی که به کار برده شده حتما و قطعا به مهندسان حرفه‌ای نیاز داشته. و دلیل دومی که این سازه های غول‌پیکر رو برای ما خیلی عجیب میکنن در واقع نظم اونها و اندازه‌گیری اونا، زوایای اونا نسبت به زمین هست. خیلی جالبی که راجع به اهرام ثلاثه وجود داره و کمتر کسی راجبش میدونه در واقع اینه که اهرام ثلاثه وقتی از بالا نگاش میکنین 4 تا وجه نداره بلکه 8 تا وجه داره و میگن که انقدر این منظم ساخته شده که در واقع دقیقاً در شمال و جنوب، شرق و غرب زمین قرار داره و این اندازه‌گیریشون فوق‌العاده بوده که در واقع میگن شمال جنوبی و شرقی غربی این اهرام رو که اندازه میگیرن دقیقاً در راستای شمال و جنوب و شرق و غرب زمین قرار داره و خیلی برای دانشمندان عجیبه که چطور تونستن با این نظم اینو اندازه گیری کنن که در واقع هیچ خطایی توش وجود نداشته باشه، بدون هیچ ابزار اندازه‌گیری، بدون اینکه حتی قطب نمایی در دسترس بوده باشه اون زمان و فقط با توجه به علم نجوم و ستاره شناسی اندازه‌گیری ها رو انجام میدادن و میگن که اهرام جیزا دقیقاً در راستای 3 صورت فلکی قرار داره و این اندازه‌گیریشون واقعاً بی‌نظیر بوده. خیلی دقیق این کارو کردن و این خیلی برای دانشمندان عجیبه.
سومین و مهمترین دلیلی که این سازه رو اینقدر شگفت‌انگیز میکنه، مخصوصا برای دانشمندان، به ویژه یک دانشمند خیلی مشهوری که احتمالا همتون میشناسین، نیکولا تسلا، که اینقدر شیفته این اهرام هستن. دلیلش اینه که در واقع نیکولا تسلا اونو به عنوان یک مقبره برای مردگان یا یک مقبره برای آینده پس از مرگ فرعون نمیدیده، بلکه اونو به عنوان یک نیروگاه غول‌پیکر تولید برق میدیده. خیلی جالبه واقعا، این تیکش مغز خودم منفجر شده بود. تسلا با الهام از اهرام مصر اومده بود یک آزمایشگاه ساخته بود در کلرادو اسپرینگز که نه تنها از لحاظ ظاهری کاملا شبیه اهرام مصر رو ساخته بود، بلکه از نظر موقعیت مکانی دقیقاً در راستای موقعیت جغرافیایی اهرام قرار داشت. به خاطر اینکه تسلا معتقد بود که این موقعیت‌های مکانی شانسی انتخاب نشدن و کاملا آگاهانه در مدار مغناطیسی زمین قرار دارن. دانشمندان اومدن شواهد خیلی زیادی پیدا کردن که در واقع نشون میده این تئوری تسلا ممکنه درست باشه. یکی از این شواهد وجود گرانیت صورتی داخل تالارهای اصلی اهرام گیزه و اتاقها هستش که در واقع این گرانیت‌های صورتی دارای کوارتز هستن. کوارتز میدونین که بار الکتریکی قوی داره و در ساعت‌ها و لوازم الکترونیکی امروزه استفاده میشه ازشون. و یه شواهد مهم دیگه ای که در واقع داره این تئوری رو اثبات میکنه این هستش که زیر این اهرام یک کانال آب زیرزمینی وجود داره که دقیقاً زیر اهرام گیزه هستش و دانشمندان معتقد هستن که در واقع فشار ناشی از وجود این آب زیر اهرام داره یک انرژی رو تشدید میکنه برای این سنگ‌های کوارتز که بار الکترونیکی تولید کنن و در نتیجه وقتی به بالای اهرام میرسن برق تولید میکنن. و شواهدهای زیادی وجود داره که در واقع این تئوری رو داره اثبات میکنه، مثل اتاق ملکه که از سنگ نمک عایق شده و بار الکترونیکی منفی داره با یونهای منفی، و خود گرانیت که بار الکترونیکی مثبت داره و در واقع اینا دارن با هم دیگه ترکیب میشن و برق تولید میکنن. تئوری وجود داره که میگه صدای آبی که از داخل این کانال ها یک صدای آب متمایز هستش با یک فرکانس متمایز که به داخل تالارها میاد و داخل اتاقها و تالارها که به خوبی عایق ساخته شدن میپیچه و یک فرکانس عجیبی تولید میکنه که اسم اون فرکانس طبیعی زمین گذاشتن. دانشمندان شواهد دیگه‌ای رو به اثبات رسوندن که فرکانس داخل این اتاقها 440 هرتز هستش و این خودش داره میاد در واقع باز این تئوری تسلا رو راجع به نیروگاه بودن اهرام مصر اثبات میکنه. شواهد علمی زیادی وجود داره که در واقع داره تئوری تسلا رو اثبات میکنه و میگه که در واقع مصریان باستان به یک منبع نامحدود انرژی پاک دست یافته بودن که در واقع داشتن از اون استفاده هم میکردن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اون تحقیقات تسلا دیگه وجود نداره و به همون زمانها به دست یک سری افراد نامشخص از بین رفته به صورت کامل. و اگر اون تحقیقات همچنان به دست ما بود احتمالا ما داشتیم یک جور دیگه ای از انرژی الکتریکی استفاده میکردیم. تسلا معتقد بود که کسایی که این اهرام رو ساختن، مصریان باستان یا هر کسی که این اهرام رو ساخته، در واقع تونسته به یک تکنولوژی برسه که از زمان ما خیلی جلوتر بوده و دلیل این شگفتی‌هایی که الان وجود داره در واقع وجود این تکنولوژی بوده. تسلا همچنین معتقد بود که اونا به وسیله این تکنولوژی با فرازمینی‌ها ارتباط برقرار کرده بودن و دیگه تسلا دیگه. یک سری ها هم ولی معتقد هستن که در واقع ساخت این اهرام ها خیلی خیلی قدیمی تر از وجود مصریان بوده و در واقع
یک سری از شواهد مثل مجسمه هایی که اونجا وجود داره، مجسمه ابوالهول که نشون میده فرسایش ناشی از در واقع رد شدن آب هستش و فرسایشیه که نشون از در واقع آب اونجا داره که خب ما میدونیم که اونجا کویر هست و در واقع نشون میده که این سازه ها واسه خیلی قبل تر از وجود مصری ها در اونجا بوده و یه سری معتقدن که مصری ها فقط این اهرام رو کشف کردن و در واقع نساختن، ولی خب اینم یه تئوریه و اثبات نشده. امیدوارم از ویدیوی من لذت برده باشین. لطفا اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون میشم ازم حمایت کنین تا یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.